دوستای گلم سلام، رضا غلامی هستم. این آهنگو حتما با من همراه باشید ببینید این دل چه درده، ببینید نارفیق با دل چه کرده، با صدای یکی از اسطوره های صدا که بهش میگن شاه صدای مازندران، رضا کرد، و با هنرمندی نوازنده عزیز شهرام فلاح. های امان 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 های امان 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 های ستاره مازندران تو بیرفه، نماد هرچی پهلوان تو بیرفه، ولی هرگز در زندون بردی رفه، حکم اعدام تا پای جان بردی رفه. من از نعره فلک نار ترس از تیر و تفنگ، حسرم آماده جنگ پشت سنون رها کن، زندونی در روا کن، ای زندون حیا کن، زندونی در روا کن. علی رضا غلامی مازندران درونه، رضا کرد صدا جهانیه، دشمن باعث مانیه آجانا. ای دنیا سمان امان امان های آی جان آی آی دستم زالق استخا تو بیرفه، فرمانده جنگ و دوا تو بیرفه، بازنده نامردیا تو بیرفه، همیشه سر زبونا تو بیرفه. بکش نره تا پیر نبی، دست دشمن تیر نبی، اگه دل خانه شیر ببی، ننه قفل و زنجیر ببی، نارفیق سفیر ببی، ننه قفل و زنجیر ببی، نارفیق سفیر ببی. تاریک شد دست فنر تو بیرفه، مثل هر جا کردی خطر تو بیرفه، شبها رشیبون بی شهر تو بیرفه، مثل سینه کردی سفر تو بیرفه. من از نعره فلک نار ترس از تیر و تفنگ، حسرم آماده جنگ پشت سنون رها کن، زندونی در روا کن، ای زندون حیا کن، زندونی در روا کن. با تشکر از ترانه سرای گل نیما مهدوی. ضبط استودیو هم نوا